امروز میخوایم بریم سراغ یکی از دوست داشتنی ترین داستانهای دنیا، شازده کوچولو. ولی نه فقط برای مرور داستانش. میخوایم با هم ببینیم چه فلسفه عمیقی پشت این قصه بظاهر ساده پنهان شده. خب، داستان از اینجا شروع میشه. یه نگاهی به این نقاشی بندازین. به نظرتون این چیه؟ یه کلاهه؟ راوی داستان ما که یه خلبانه وقتی بچه بود اینو کشید و به بزرگترها نشون داد. خب جوابشون چی بود؟ همشون گفتن این یه کلاهه. هیچ کدومشون اون چیزی که واقعا اونجا بود و ندیدن. یه مار بوا که یه فیل رو قورت داده. و این میدونین اولین باری بود که راوی داستان با دنیای عجیب بزرگترا روبرو شد. دنیایی که انگار توش تخیل هیچ جایی نداره و همه چیز باید خیلی خشک و جدی توضیح داده بشه. این طرز فکر دقیقاً همون تضاد اصلی داستان رو به ما نشون میده. یعنی یه طرف دنیای بزرگتراست که همه چیز براشون عدد و رقمه. طرف دیگه دنیای قلبه. دنیایی که چیزهایی رو میبینه که واقعاً مهمن. چیزهایی که نمیشه شمردشون. خب، اینجا داستان وارد مرحله جدیدی میشه. شازده کوچولو سیاره کوچیک خودش رو و اون گلرز مغرور و دوست داشتنیش رو ترک میکنه و راهی یه سفر میشه. سفری که توش با چند تا آدم بزرگ خیلی خیلی عجیب و غریب آشنا میشه. هر کدوم از این شخصیت‌ها که شازده کوچولو می‌بینه، یه جورایی تو دنیای کوچیک و وسواس‌های خودشون گیر افتادن. همشون فکر می‌کنن دارن کارهای خیلی مهمی انجام میدن، ولی راستش رو بخواین هدف اصلی زندگی رو کلاً گم کردن. و خب شازده کوچولو آخرش به یه نتیجه تلخ میرسه. دنیای آدم بزرگ‌ها چقدر جای تنها و پوچیه. و دقیقاً همین حس باعث میشه که مصممتر از قبل دنبال یه ارتباط واقعی، یه معنای واقعی بگرده. شازده کوچولو وقتی به زمین میرسه از همیشه تنها تره تا اینکه با یه روباه آشنا میشه. روباهی که قرار راز ساختن رابطه‌های عمیق و معنادار رو بهش یاد بده. خب، اهلی کردن اصلاً یعنی چی؟ روباه یه مفهومی رو برای شازده کوچولو توضیح میده که انگار کلاً فراموش شده. اهلی کردن یعنی ایجاد یک رابطه. یه فرایندی که باعث میشه یه نفر یا یه چیزی از بین هزاران تای دیگه فقط برای تو یگانه و خاص بشه. ولی اهلی کردن یه چیزی نیست که یه شب اتفاق بیفته. نه، به زمان احتیاج داره، به صبر و از همه مهمتر به چیزی به اسم آیین. آیین‌ها همون کارهای ساده‌ای هستن که یه روز رو از بقیه روزها جدا می‌کنن. همون چیزایی که باعث میشن ما با یه حس خوب، با هیجان منتظر یه لحظه خاص باشیم. و نتیجه این فرایند چیه؟ اینه که دوتا موجود برای همدیگه ضروری میشن. دیگه دوتا غریبه نیستن، بلکه بخشی از دنیای همدیگن. و خود دنیا هم به خاطر همین رابطه اونها جای قشنگتر و غنی‌تری میشه. اما داستان اینجا یه پیچ خیلی جالب پیدا میکنه. درست بعد از اینکه شازده کوچولو این درس مهم رو از روباه یاد میگیره، به یه بحران میخوره. یه باغ پیدا میکنه پر از 5000 تا گل روز و یهو با خودش فکر میکنه نکنه اون گل عزیز دل خودش فقط یه گل روز معمولی بوده و بس. این دقیقاً همون لحظه‌ایه که دیدن با چشم‌ها آدم رو به ناامیدی میرسونه. یهو تمام اون حس خاص بودن از بین میره. ولی صبر کنین، اینجاست که روباه وارد میشه تا یه حقیقت خیلی خیلی عمیق‌تر رو بهش بگه. روباه بهش میگه ببین، ارزش گل تو به این نیست که تنها گل روز دنیاست. نه، ارزش واقعیش توی اون زمانیه که تو براش گذاشتی. همون مراقبت‌ها، همون نگرانی‌ها، همون لحظه‌ها. این چیزاست که گل تو رو اینقدر مهم کرده. و این راز اصلی کل داستانه. یادتونه اول داستان بزرگترها فقط یه کلاه می‌دیدن؟ این راز جواب همون مشکله. اونا فقط کلاه رو می‌دیدن چون با قلبشون نگاه نمی‌کردن. راز روباه خیلی واضح به ما میگه عشق، دوستی، زیبایی، اینها چیزای دیدنی نیستن. کیفیت‌های نامرئی‌اند، یعنی ارزش واقعی همیشه توی چیزهایی پنهانه که با چشم دیده نمیشن. اما فهمیدن این راز یه مسئولیت خیلی بزرگ هم با خودش میاره.
اینکه ما تا ابد مسئول رابطه‌هایی هستیم که ساختیم، مسئول اون چیزهایی که اهلی کردیم. حالا شازده کوچولو که این دید جدید رو پیدا کرده، به خود راوی داستان هم کمک میکنه که دنیا رو جور دیگه‌ای ببینه. حتی وقتی که وسط بیابون موندن و دارن با مرگ دست و پنجه نرم میکنن. و اینجاست که انگار یه چراغی توی ذهن راوی روشن میشه. بالاخره میفهمه که ارزش واقعی یه خونه، یه بیابون یا ستاره ها اون راز نامرئیه که تو دلشون قایم کردن. درست مثل همون چاهی که به یه بیابون خشک و خالی زیبایی میبخشه. و داستان ما رو با همین سوال آخر تنها میذاره. یه یادآوری خیلی قدرتمند از اینکه کل دنیای ما میتونه بسته به سرنوشت اون چیز کوچیکی که اهلیش کردیم و برامون مهمه کاملا متفاوت به نظر برسه. این سوال آدم رو به فکر فرو میبره، نه؟ اینکه گل روز ما چیه و اینکه آیا امشب حالش خوبه و جاش امنه؟